سلام عرض میکنم با کلی تماشابینان سامانه رحیم پروداکشن و با کلی اون افرادی که این لحظه من و اپای نازنین ما رو تماشا کردن. خوش اومدی اپا جان. زنده باشین، سلامت باشین. و دوستان عزیز چنونی که میدونید در انمو بالای کور نایستگی که ویدیو ابراشین اپای گنجینه رحیم ویدیو ابراشین ما با این خاطره که ما تصمیم گرفتیم که نمی اپای مهربانه در صحنه‌های نوبتی همراه گروه خودمون اپای سیرابونو قوش و شیرالی کلمر دیگر نفرایی که هستن همراه خود بگیریم. این چهره شناخته گروه ما دختر در جای اون نفرای اومدن رفتن بوم میروند اپای گنجینه بونو رو آوردیم. این همه ما در پرومو افیر گفتم با خواهش دل هر یک کدام شما بود. شاید بسیار نفرها ناراضگی بیان کنن، روزگی بیان کنن، همه این چیزا در اون رفتی صحنه میفهمیم که چقدر اپای ما را دستگیری میکنین، چقدر در گروه ما رول بازی کنیش معلوم میشه. بازی سخن رو از دهان لقمه و شیرینه میگه اپا جون ما یک دو سخن میکنه همه کسا با دقت گوش میکنیم. زنده باشید. تو اپا جون ما یک جور سر بکنید یک جور بود بکنید. سلامت باشین. اکای رحیم راستی گفت ما سخن شما را رد نکردم اومدم. ما که شما را گفتیم گپ خوش رو میدانم میشناسم. برایم که گفتم که خیلی راست که شما هم در چیزی ما چی میگن یعنی که ما تکیه کردن. بله. ما هم رد نکردیم اومدیم برای که من شما را خیلی دوستی نزدیک پیش نمیدانم. همچون دوست برین اومدم خیلی اشتراک میکنم با دستگیری شما مخلصان، با دستگیری که شما ما را میکنین، لایک های اختنا میمونین و کامنتاری های اختنا میگذاریم دما. انشالله ما یکان چی گفتیم گپا سنای اکای رحیم کمتر بواو میکنیم انشالله باوری کامل دارم. و یک چیز دیگر دوستان عزیز برادران عزیز گفتنیم که ما ویدیو ابراشنی کردم همه ناز میدونه که مرا به نهایت دستگیری کردن که یک دختر نه یک دختر خوبی و سبب گپ مرا هر یک کدوم درک کردن گپ در باره چی میروه. ما همه شپای گنجینه برو اویدی گروه اویدی پیش که کسی اومد کسی رفت چیکار کرد همه گپ زدم با خدای زمین تو اسمون اپا میندارم که سخنی مرا رد نکرد. یک دفعه نگفت که رحیم تو اینقدر پول مربته یا اینقدر ربته نشد ما در گپ نزن. مقصد گفت چیزی که یکم شما گفته سین ما روزیم هزار رحمت کلام اپا جون عزیز که سخنی ما را رد نکردین. زنده باشین. میگم که نه هر وقت کاری شما در ما میغلطه. بله اپا جون. میشود که روزش که با کاری ما در شما میغلطه. بله اپا. برای همون دستگیری هم دیگر منقطع انشالله کاراتون برات میگیره. ما هم دستگیری کردیم انشالله شما هم آینده در مورد یکون دستگیری میکرده گستین. برای همون مخلصای عزیز پادپیشچیکای رحیم پرو اگر چند قیق میتونین همی دستگیری شما پیشروی مو است. بله. یا نه؟ بله اپا جون. برای ما انتظاریم که همی یکم سنه که میبروریم میبینیم کامنتاری در چی میشه و چی نمیشه و بعدا با سنهای دیگری شاپی میکنیم. اگر که بینیم که سلیش کم پرسمات رو کم گرفت کامنتاری کم گرفت ما همون چیزا دیگه بس میکنیم. شرطی ما همیه مباینده. اینا دوستان عزیز انشالله باوری دارم هر یک کدوم شما دستگیری میکنین همه شما رو میندارم. فقط یک چیز گذاریم دوستان عزیز که اپای گنجینه بونو را و اهل گروه ما را دستگیری کنین. انشالله باوری کامل دارم که به همه قله‌های بلند میرسونیم. فقط ما تکیه اول به خدای مهربان دیم با شما میکنیم مردم غریب اون نفرانی که پیشتر ما کامرا یا تلفن‌های خود ما را تماشا کردین شما ما را دستگیری کردین و با همه آرزو و هوسمون میرسیم. اگر دستگیری نکنین این کوشش ما با فکرم بی‌فایده ما همین برای خرسندی شما مهنت میکنیم که تا به شما مردم غریب در غریبین یاد میکنیم وطن اختونه هموطنای اختونه. برای هم که ما کمی هم باشه دست ما بیایم ما شما را دستگیری میکنیم یا خرسند میکنیم ده. بله. همین کم ترک خانن خوشحال شد میگم که ای کار اومده خسته این 24 ساعت درینی وای فای اینترنت همین کلا تماشا میکنیم با تجربه خودتون ما را یا نه. بله. خیلی دوستان عزیز گپ از زیاد نمیکنیم گپ بیچه در بسیاری خدا نگهبان باشد. یک چیز دیگر هم گفتن اونو روزهای نزدیک با یک برنامه عالی جناب دیگه همراه اپای گنجینه میبره که برای چی در بسیار برنامه میگه که من شوهر نمیکنم شوهر کردنی نیستم لیک شوهری روزنین میشوه و اصلا این چیزا پرگم میزنه. فقط اجازه کنید خدا نگهبان دوستان عزیز.